سلام دخترا، من اومدم با یه آموزش جذاب از بافت مهره که خیلی درخواست داده بودین. برای این کار اول موهای مشتریتون رو بافت ستایی ساده میزنید. میتونین این کار رو با موی اضافه هم انجام بدین. بعد از اون نختون رو سوزن میکنید و بعد از بالای سر مشتری شروع میکنین به دوختن. اول یه دونه کوک ساده میزنید. بعد برای اینکه نختون فیکس بشه توی مو شما باید چند تا کوک محکم همونجا بالای سر مشتری انجام بدین. وقتی دیگه مطمئن شدین که نختون کامل فیکس شد نوبت مهره انداختن توی سوزنتونه. مهره ها رو به هر اندازه‌ای که میخواین میتونین کوچیک و بزرگ میتونین یه اندازه یا میتونین حتی از مهره های با اشکال مختلف استفاده کنید و داخل سوزنتون بندازین و توی موها بدوزید. آخر بافتتونم چند تا کوک ساده مثل اول بافت میزنید و بعد اضافه نختون رو از توی کشتون رد میکنین و نختون رو میچینین. اگه شما هم از این ویدیو خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید و منتظر ویدیوهای خفن‌ترمون باشید. عاشقتونم.